حمید جان خبر شدی نشدی؟ با این موتر خریدم بزو هم موتر خریدم بردایشان. این چی میگی؟ میشه بابا تعلیم ها بایسکل نمشناسم، یک بایسکل نگرفته ایلاف موتر هم میزنن یا نه؟ والا حمید جان شرایط خراب است، یک چیز پیسه دارم میگم برم در این منطقه یک سیجری زمین خوش کردیم امور بخرم. یک کار بار باینده بچه ها جور شو شکر برداشت محترم خریدم زمینه بخرم که دلم جمع شد. یقه خود اعلانت دیست. اینه بیادر تو پیسه هم داری زمین هم داری خیر خوب است که آمدیم. 10,000 روپیه بر من بده که شاور شش بچه من. والا حمید جان گپ خوب گفتی خب یک چند روز برام حوصله کن ما برای جور میکنم پیسه جور میکنم برات انشاءالله. باز چرا خود قیلا میتی موتر خریدیم و پیسه دارم و چی خریدیم و زمین خریدیم خر نخریدی گپ زدن تسه کن. No. استاشو کاکا چی آوردی؟ اسکریم؟ آره کاکا یک دادم و 2 روپیگی کاکاوی. برو بیادر دادن 2 روپیگی کاکا از کجا شد؟ اوه چند روپیگی هستی؟ 2 روپیگی است. خب 2 روپیگی است. خب 2 روپیگی چند تا این از اینو میگیره. باشه بچهش من تعداد خودم با ما معلوم است. اینه بیادر 8 دانه. جا میری؟ باشه تو بخیر تو بچه پیسه بیا. چرا؟ اینه خانه مثلا اینی خانه ما بوده. Run. ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने اومدی بخیر در سکه چطور پیش میره؟ خوب است بخوان تو میره؟ سواد آموزی نانوایان. سواد آموزی نانوایان سواد آموزی نوین همین رقم هستی ها؟ خیر است یاد میگیره. سانه شما بخیات نمیگیره بخیزه رویتان بره هیچ هدف یاد نگرفتینی درس یاد گرفتینی هدف تربیه را چی کنم بچه مکتزیا بیادر پشتکا به رقم اصلاح نمیشه. بر پشتکا نصیحت کرده باش با گپ و فهمانشانه.